قصد جانی من مکن، جانی من در دست اوست. گر او مرگم را نخواهد کار تو بیفایده است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با کل تماشابینان و هموطنان عزیز، خداوند همه ما و شما را نگهبان باشد. الله مهربان دعا میکنیم که این بیماری را از کل دنیا نیست بگرداند، وطن ما را بازم آباد و آزاد نگه بدارد. خب برادرای عزیز، سه قاریه که در آزمون قاریان ما اشتراک ورزیده بودند، دوی از اینها نابینا بود، یکی از اینها معیوب. امروز یک مراجعت دارند. من میگذارم مراجعتشون خودتون تماشا کنین. و این برادرای ما در شبکه‌های اجتماعی، در شبکه یوتیوب کانال کشادگی هستند. بسیار مهارت خوب دارن، آواز فارم دارن. من سلکه هر سه همین قاری بچه در زیر همین ویدیو میگذارم. بدورین خودتون باز تماشا کنین و آبونه شوین، دستگیریشون کنین. ما و شما که چشم بینا داریم، یک جا رفته کار کرده میتونیم، پای روان داریم، حرکت کرده میتوانیم. این برادرای ما از چشم محروم هستند، از پا محروم هستند. شاید که بسیاریا گوید که اینا را رکلام کردستی، از اینها پول گیری. الله شاهد است و این قاری بچه ها خودشون میدونن ان شاء الله. من به خاطر الله این برادرها را رکلام کردستم. شما هم نیز به خاطر الله همین را در اومده دستگیری کنین. سلکه در زیر ویدیو این همین کانالشون هر سه این همین کانال همین قاریان است. بدورین آبونه شوین. خیلی مراجعتشون میمونم، گوش کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با کل بینندگان، مخلصان و آبونتیان شبکه صدای امید، محمد اقبال هستم، یک نفر اشتراک کننده برنامه آزمون قاریان. دوستان عزیز، امروز من شبکه رسمی خود را باز کردیم الحمدلله که و کوشش میکنیم برای شما بهترین نوارا، بهترین قصه، بهترین نشیدها را پیشکشتان گردانیم. برای همین تنها شما رو میباید شبکه ما رو دستگیری کنید و در حق ما با دعا باشید. خداوند نگهبان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با کل برادران مسلمان و با کل تماشابینان کانال برادرمان صدای امید، برادران اهل اسلام، ما تصمیم گرفتیم که برای برادران مسلمان و برای هر گوش کننده یعنی سوره های قرآن و مولودها کانال باز کنیم و همینطور هم کانال باز کردیم، لیکن از سببی که ابونچی های ما کم بود و ابونچی هم در حقیقت خیلی کم است، برای همین ما ای برادرمون صدای امید خواهش کردیم که تا که ما را در کانالش بگذاره، تا که شما بینندگان مسلمان، تماشابینان کانال صدای امید برادرمون ببینید و کسانی که ما را میبینند، ما خواهش داریم که در کانال ما آبونه بشه، چون که اونجا بسیار چیزهای فایده‌ناک برای دین ایمانی ما و شما، برای امروز و فردای ما و شما هسته. بسیار پند و نصیحت های خیلی خوب هسته که بنده خودم میخونم، خواننده شون خودم هستم و کانالم کانال شخصی ما، نامش آرامش دل، نامش آرامش دل برادران. وقتی که اونجا داخل میشید، انا دو تا کانال میبروید برادران، دو تا کانال میبروید که در اما گلاونی کانال من صورت خودم موندگیه. بله، در گلاونی کانال صورت خودم موندگیه، نویستگیه آرامش دل قاری علی شیر، همون در داخل بشه و پادپیسات سکنه برادران اهل اسلام، تا که ما ببینیم، تا که ما باور داشته باشیم که هستن برادرایی که ما را میبینن، هستن بگیم تماشابین هایی که ما را میبینن و دل ما پر شوه و ما کار خدا به انجام برسونیم. به انجام برسونیم نه برادران، آغاز ببخشیم، یعنی حالا آغازش هسته. برای همین برادران اهل اسلام خواهشمند همین هستیم که آبونه بشید و برای دل و جان خودتان یگان منفعتی را به دست بیاره و دستگیری ما هم میشوه ان شاء الله. دستگیری ما هم شاید بشوه در آینده
سببی بگیم رزق روزی یک بنده مسلمان شاید باشه. زیرا ای شما هیچی نمیروه، ای شما هیچی نمیروه در این گونه کانال ها پادپیساتسا کردن. اگر در کانال های ما هم که پادپیساتسا نکنی، همون اینترنت بیهوده و در یک کار لغو و بیهوده صرف میکنی، از این هیچی نیافته. و 80% موارد میشوه که با همون اینترنت به خودمون گناه های زیاد میخریم. برای همین برادرها 30 ثانیه وقت اختونه برای آبونه شدن در کانال ما، کانال آرامش دل، چقدر که گفتیم در سرخط صورت خود من هسته، آبونه بشه، بدروی گوش بکنی. انشاءالله باوری دارم که 100% محبولتون میشه و پشیمان نمیشه ای داخل شدنتون و آبونه شدنتون و گوش کردنتون. انشاءالله باز حتما که رحمت می نویسه انشاءالله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و کلی تماشابینان کانال برادرمون صدای امید و به شخصایی که ما را میبینن. دوستان عزیز، کار انا همین قاریان هم یک پیشرفت دولت ما است. یک آبادی وطن ما را، آزادی را نشان میدهد که وطن آزاد است، که این گونه شعران میخوانند و قرائت میکنند، قصه ها نقل میکنند. این یک آبادی را نشان میدهد. به خاطر الله هر کسی که میخواهد از سخنهای حق با خبر شود، از نشیدها، از آیاتهای قرآن، بدورین در شبکه برادرای ما آبونه شوین. در یوتیوب هم با همین نام ها نویسین، میبروید. در زیر کامنتری هم، در زیر ویدیو هم سلکاشون هست.